پس از این راههای منتهی به شهر کابل به گونه جدی مورد بازرسی قرار خواهند گرفت. قماندان امنیتی کابل میگوید کمربند گرین زون برای تامین امنیت کابل تکمیل شده و تمام راههای متصل به شهر تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار گرفتند. بعد از ما در عمق حوزات خود که در داخل کمربند داخل دروازه است، ما یک کمربند دیگر در عمق حوزات خود همیال زیر کار داریم. کار از وام تکمیل شده انشالله که وام نتیجه بسیار مثبت در کابل خواهد داشت. و کمربند سومی که ما در یلوزون مثلا در عمق ولسوالیا با سرحدات ولایت داریم و نام زیر کار است که انشالله در مدت بسیار کم و نام تکمیل میشه و یک شهر پر امن شهر خود داشتیم که انشالله هیچ کس نتانه بدون چک بدون تلاشی به شهر ما داخل شود. قماندان امنیه این سخنان را در حال مطرح می کند که به گفته وی اخیراً مواد انفجاریه و مواد مخدر از بخش‌های مختلف شهر کابل به دست آمدند. به گفته وی در پلان جدید تمام ساحات کابل زیر پوشش امنیتی قرار گرفتند.